سلام. با یه بازی جدید اومدم این بالا. این یه بازی استراتژی تقریبا شبیه تسخیرگرانه. به ساختمونا متصل میکنه، تسخیرشون میکنه، وقتی همه رو تسخیر کنه پول دریافت کنه. البته این پول واقعی بازی نیست. این میزانا شما میاد تو این قسمت تبدیل میکنه به پول واقعی، برداشتش هم به پیپال داره، به پایر داره. این بالا مشخص میکنه جی کش، بایننس یا هر چیز دیگه ای شما میتونید واریز کنید. حالا این قسمتش میگه من $5 رایگان میدم اگه شما یه ویدیو کوتاه توی تیک تاک یا یوتیوب بره من بسازی. $2.5 برای یوتیوب، $2.5 هم برای تیک تاک. این قسمت شاپشه که شما میتونید بیاد وسایل رو بخرید، مثلا شمشیر، پولای بزرگی را ایجاد میکنه، میتونید حمله کنید به ساختمونای بزرگتر که زودتر خراب شن. سپر از اون ساختمون توی مدت کوتاهی دفاع میکنه. این علامت فلش وقتی که روی که ساختمون بزنید هر پولی که واردش بشه باعث رشدش میشه. که بخوام نشونتون بدم الان بازی رو من شروع کنم، من اول بیام ساختمون رو بگیرم. این ساختمون رو گرفتم، حالا سر این یکم بدم، مثلا اینا که انتخاب کنم بزنم روی این، اگه نگاه کنید سریع تر داره پیشرفت میکنه. خب دیگه کم کم باید برم ساختمون دیگه رو بگیرم. خب همونطور که این ساختمونم دیگه خیلی رشد کرد. الان کم کم دیگه ساختمون رو میگیرم. این مکس شد دیگه، اصلا کامل ساختمون دیگه رو گرفتم. الان تموم شد. الان روی زری بش که وقتی من کلیک کنم یه ویدیو کوتاه به من نشون بده، ویدیو تبلیغات این کش جیراف. من رفتم نصبشم کردم ولی متاسفانه با فیلتر شکم مشکله بره دوش. اکانت ساختن با فیلتر شکم اجازه نمیده، از اون طرف به ایران هم اجازه نمیده. البته این کش کوام من امرو نصب کردم، هنو نرفتم امتحانش کنم ببینم پول میده یا نه. این خود کش جیرافه، این کش کو. من برگردم تو خود بازی، پول به من نه. حالا سری دوباره بازی جدید شروع میکنم. بگیرمش که گرفتم. حالا شروع میکنم به گرفتن اون یکی ساختمونش. این ویدیو این پک هدیه رو که ببینید از هر کدوم از قابلیت ها بهتون یکی دونه اضافه میکنه. من فیلم بازی رو میارم اینجا. خب الان از هر کدوم که میبینید، البته به این 2 تا داد. الان اینا که بزنم حمله، میبینید پولای بزرگ داریم یا چقدر از پولاش کم شد و تسخیر شد. دوباره یه فیلم میبینم.
همینطور ادامه میدم تا به حد برداشت برسم و برداشت کنم. وقتی که رسیدم فیلم میگیرم و فیلمشم توی یوتیوبم بارگذاری میکنم.